ابراهیم رئیسی. اسباب تأسف، هم اسباب تأسف برای جامعه ای که درش می شود کسی مثل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه، و هم برای شخص خود ایشون که میداند سر سوزنی صلاحیت نداره و میاد خودشو کاندیدا میکنه برای ریاست جمهوری. من هم برای جامعه‌ای که رأی دادن به ایشون متاسفم و هم برای خود ایشون. ما در ادبیات دینیمون داریم که ملعون از کسی که داناتر از خودش رو در کاری سراغ داشته باشه و بره متصدی اون کار بشه، و آقای رئیسی داناتر از اون رو فکر میکنم بیش از 70 میلیون در این کشور داناتر از آقای رئیسی هستند، ولی ایشون اومده رئیس جمهور شده. برای ایشون خیلی متاسفم و برای کسانی که به ایشون رأی دادن هم متاسفم که فقط منافع حزب و جناح خودشون در نظر گرفتن و در نظر نگرفتن که یک ملتی با ریاست جمهور ایشون نابود خواهد.